مسئله زکات، همین زکات رو سال گذشته بروقتر سر کردیم. سال گذشته در نصاب رسید، الحمدلله بروقتر لیکی سر کردیم. شبی در ماه رمضان توغری گرفت. همین سال ما که در مهاجرت هستیم، یک برادر که در وطن هستم همچون امانت نگهدار، همچون برادری به تقوا بودم، ما با ویها روان کردیم. از پیشکی اول پرسیدیم که گفتیم هست یکون آدمی که مثل در همین 8 گروهی که بعضیش خیلی در عین حال نیستن، همین گروه هایی که در همین عین اهل زکاتگیر باشن، گفتم میکنیم مقصد هم هست. ما روان کردیم، نیت کرده بودیم روز 7 ماه رمضان ما زکات مونت مقصد به صاحبانش بوله رسانیم. بابایی ها کمتر دیر کردن استاد. تا دین روز امروز آخران آدمش که میرسونن هم خیلی شد. با در بین مقصد کمی مبلغش رو به یک شخصی که همچون معیوب است، لیکی و ولی معین نکردن که اهل زکات هست، مقصد اهل زکات گیر هست یا نیست، معین نکردن. کمی مبلغ به وی ها هم رسوندن، هم خیلی حالت شد استاد. همین چی میشده باشد تو که دیر رسوندن. ما دیگه روز هفتم مقصد روان کرده بودیم. روز هفتم روز زکاتتون است؟ بله، از سال گذشته هم خیلی نیت کرده بودیم روز هفتم سال گذشته هم خیلی سپاریده بودیم، رسانده بودیم. امروز تو مقصد تاریخ یا برادر دیگه که شد هم خیلی کمتر دیر شد. چی میشه برای خودتان وزنین نشدن؟ یعنی شما سال گذشته روز هفتم رمضان دادید، لیکن سالی روزی فرض شدگیش روز هفتم رمضان بود؟ نه، فرض شدگیش بعد رمضان 2 ماه پس رمضان، 2 ماه 3 ماه پس رمضان میشده. ما همین یعنی نیت شما کردیم که در 12 رمضان. ماه شده برآورده بودید، درست؟ بله، سال گذشته هم خیلی شد 12 ماه نشده برو. شما بار اول زکات حال 1 سال پوره نشده بروقتر 2 ماه بروقتر برآوردید، درست؟ بله. انا شما میتونید از همین ماه رمضان که انتخاب کردید همین یکم رمضان تا آخری رمضان میتونید سپرده، چون که حالی وقتی نصابتان 2 ماه هست. سال گذشته روز هفتم سپردگیتان معنای اینو ندارد که تمام اکن هفتم، چون که نصاب اولتان حساب. خب شما اکن همین ماه رمضان پره به نظر گیرید، یعنی روز عید نشده زکاتتون تمام کنید. من بعد حاضرم اگر باقی مانده باشد حالی میتونید تا روز عید تمام کنید. و سال آینده، از سال آینده کدام برادرایی که خواهرانی که زکاتاتون بسیار است و در آخری سال سانه آخرشه بعضی آدم ها تقسیم کرده نتوانسته، سزاوار ندانسته، یگان آدم میتید و این تقسیم کن میگد، حواله میکند یک کسی دیگر به و هم البته برای نزدیکان خودش میتید. میشناختگی ها شاید که زکات به جاهای مناسب رفته نرسد. وقتی که زکات به جای مناسب رفته میرسد، این برای زکات دهنده هم خوب است، برای زکات گیرنده هم خوب است. و خوب است که خودی زکات دهنده با زکات گیرنده در علاقه باشد. اگرچه دست من دست ندیدم، مثلا باید رسانیده باشنم، خاصتا زکات کلام باشد، منصد دعایی بی چیه گیرند، دعایی آدمی بی محتاجه. و پیشتر اکون زمانی که مردم ما پراکنده نبود، بازی ما حرکت میکنیم مثلا زکات اول تاجیک خودم آتیم، کوشش میکنیم محتاجای تاجیک آتیم، هیچ محل محتاج ازبک و قرغیز به نمیتیم، اول خیش، اول از آن خودم ما میبینیم. برای همین لیکن از آن خودم ما از سبب آنکه در تمام دنیا آزی پراکنده هستند مجبور هستیم به انتقال زکات به واسطه کارت های و به واسطه پریکچیکای و همین راه ها قطیم. بنابراین روزی که همین روز زکات میفرستانیم همین روز خودش رسیده نمیرد. بنابراین یعنی آدمی که خاصتا پول مالش زیاده زکات
یعنی زکات سال آینده بعد رمضان شروع کردن گیرد. یعنی البته کمبغال ها، آدم های مستحق زکات، سزاواران زکات، خیلی آدم های روی خطش در نظرش باید باشد و علاقه بای ها و کمبغال ها این علاقه خوب است، خاصتا اگر خودی آدمی ثروتمند و دستش به پایش به خانه کمبغل بیاید، این یگان وقت نمیگیرد. مثال یک دهم میدراید، یا لحظه میشیند یا احوال پرسی میکند، زکات میتید میرد. این بسیار فضیلتی خوب دارد بدون مبین رو. بله اگر در صورتی خودش در دیگر کشور یا خودش در سفر زکاتش در دیگر جا تقسیم میشه، لیکن آدم های باوریناک، آدم هایی که وکالت میکند زکات، آدم های باوریناک باشد. و آدم های وکالت شونده، مثلا یک آدم مالی تقایش تقسیم میکند یا مالی امکیشه یا مالی برادرش تقسیم میکند زکات، این آدم ها اگر همین زکات به جای صاحب مال گفتگی و مستحق برده رساند، اینها هم عیناً ثوابی همون زکات میگیرند. مثلا $1000 داده گفت که اینو برده به فلان چی رسان، همین $1000 برده رو میرساند، گویا همین $1000 همین آدم هم خیر کرده است. اون آدم علاهیده ثواب میگیرد، این آدم علاهیده ثواب میگیرد، چون که میتونید خیانت کنند. با کلان همه پرسیده نمیگردد که به فلان چی دادی، یا اون کمبغل زنگ زده نمیپرسد که دادی یا نه، حواله به ایمان و امانتش کردگی است. این آدم وقتی که به همین امانتش وفا میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خزینه دار امانت نگهدار مثل متصدق، یعنی عیناً ثواب صدقه کردگی میگیره. ببینید وای تا اینقدر پولدار شدن چقدر زحمت کشیدگی است، شما فقط به امانت نگهداریتون همونقدر ثواب میگیرید، چون که همین $1000 شما برده رسانیدید، شما هم ثواب $1000 گرفتید. همین گونه برادرها از سال آینده، مثلا از روز عید که گذشت، زکات سال آینده کم کم تقسیم کردن گیریتون اگر سزاوار یابید، اگر تا اینکه سال آینده رمضان رو بعد جنبست میکنید، میبینید که در مدت 12 ماه $1000 دادید، $12,000 دادید، خب حساب میکنید که زکات دادن $20,000، $8,000 دیگه شه در رمضان بعد میبرارید. برای آنکه همه در رمضان برارد، بیچاره مسکین تا رمضان پاییده میشینند. البته مسکین ها هم یعنی به امیدی سال آینده زکات گیرم نشویتان، کوشش کنیتان که سال آینده ما هم زکات دهنده شویم. الید العلیا خیر من الید السفلی، دست دهنده بهتر از دست گیرنده، گفتن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی کوشش کردن نکن. الحمدلله که زکات آمد، مشکلی ها حل شد، کمبودی ها بود شد، من بعد کوشش کردن در کار که تا سال آینده این یاردمی شدگی باز برای پیشرفتتان آسانی بیارد و حرکت کنید که سال آینده شما هم از جمله زکات دهنده ها شوید. بله. سلامت باشید.